با دریغ و درد که خانواده ما سیاوش یک بار دیگر در سوگ نشست و بزرگترین آموزگار، حامی، پشتبان و تکیهگاه خانوادهشان یعنی پدر بزرگوارشان را در حادثه مرموز دیگری از دست دادند. محمد داوود سیاوش، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، شاعر و نویسنده معروف افغانستان و عضو انجمن نویسندگان در تبعید آلمان، پس از 3 روز ناپدید بودن به گونه نامعلوم چشم از دنیا فرو بسته و روحشان به ملکوت اعلی پیوست. پلیس آلمان جسدشان را دریافتند، اما هنوز مشخص نیست چه اتفاقی برای ایشان رخ داده است. تحقیقات پلیس آلمان برای رسیدن به حقیقت در جریان است و خانواده یما سیاوش تا رسیدن به حقیقت این رویداد مرموز منتظر خواهد ماند. داوود سیاوش، مرد مبارز و خستگی ناپذیر، در 2 سال و 10 ماه گذشته شب و روز برای کشانیدن قاتل، عامل قتل و حامل قتل شهید یما سیاوش چونکو ایستاد و با کشیدن پرونده شهید یما سیاوش به دادگاه بین المللی در جستجوی رسیدن به عدالت بود. شهادت داوود سیاوش به شدت مرموز و سؤال برانگیز است و با اتحاف دعا به روح آن مرد مبارز از دولت آلمان و نهادهای معتبر بین المللی خواسته می شود تا در این زمینه تحقیقات جدی انجام دهند و تا رسیدن به واقعیت این خانواده غمدیده را یاری کنند.